یکم ایون در سراسر جهان همچون روزی حفظ حقوق کودکان تجلیل می‌گردد. بخشیده به این سنه مهم امروز در تالار قصر فرهنگ شهر پنجکین چهاربینی با شکوه فرهنگ دایر گردیده ایستاده است. یکم ایون در سراسر دنیا روزی بین المللی حفظ کودکان تجلیل می‌گردد. در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهداشت حیات و در روحیه بلند خودشناسی و وطن پرستی به کمال رسیدن کودکان روز یکم ایون در همه شهر و ناحیه‌های مملکت واخوری‌ها و چهاربینی‌های فرهنگی و ایدانه دایر می‌گردد. وابسته به این در کاخ فرهنگ شهر پنجکین با اشتراک معاون یکم رئیس شهر سفرزاده محمد صادر چهاربینی فرهنگی برگزار گردید. همایش از دیدن نمایش رسم‌های کشیده و هنرهای طفلان کودکستان‌های شهر آغاز یافت. بعداً در تالار کلان کاخ فرهنگ چهاربینی ادامه یافته معاون اول رئیس شهر حاضرین را با عید کودکان شادباش گفت. پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خویش تاکید نموده بودند ما وظیفه داریم که نوجوانان و جوانان را در روحیه ارزش‌گذاری به علم و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی و وطندوستی و وطنپروری تربیت کنیم تا که آنها وارثان حقیقی این دولت و ملت بودنشان را باطناً احساس نمایند و برای آبادی سرزمین خویش آگاهانه سعی و کوشش نمایند. به همین خاطر در زمینه تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دیهات پنجکین بیش از 10 مؤسسه‌های تعلیمی بنیاد و از نوسازی شده مورد استفاده قرار گرفته. مقامات اجرایی محلی حاکمین دولتی شهر پنجکین جهت به غمخواری دائمی و فرا گرفتن و فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت و کودکان سن تا مکتبی و ادامه تحصیل آنها در مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌های عملی اندیشیده کارهای نظررس انجام داده شدند. این زمان در شهر پنجکین 12 کودکستان دولتی و 6 کودکستان خصوصی در مجموع 18 مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی فعالیت می‌نمایند. طبق نقشه شماری آنها سال تا سال زیاد می‌گردد. امروز فرا گرفتن کودکان و نوجوانان به استراحتگاه جمهوریوی، ولایتی و شهری دایر نمودن چهاربینی‌های گوناگون مدنی و فراغتی از آن شهادت می‌دهند که نسل آینده‌ساز کشور در پرتو غمخواری دولت و حکومت قرار داشته زیر نظارت دائمی مسئولین ساحه هستند. امروز سهم دستپروران کودکانی که در کودکستان‌ها تعلیم می‌گیرند در روند اشتراک در چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی خیلی نظررس بودند. دلیل این گفته‌ها اشتراک فعالانه آنها در آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و شکوفه‌های استقلال میباشد. در آزمون‌های ذکر شده کودکان و نوجوانان ما به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. از جمله دستپروری کودکستان رقم 1 یاسمینه ظفرجان در آزمون ولایتی شکوفه‌های استقلال صاحب شاه جایزه گردید که این فخر ما پنجکین‌جان می‌باشد. ما وظیفه داریم که نوجوانان و کودکان را تحت غمخواری دائمی فرا گرفته در ضمیر آن حس وطنداری و خودشناسی، آداب و رفتار نکو، افتخار و شکرگزاری از وطن صاحب استقلال بیدار سازیم. در این لحظه‌های خاطرمان تنتنوی با مهر و محبت صمیمانه همه کودکان و نوجوانان شهر و دیهات پنجکین و مردم دیار باستانی رمان را با روز جهانی حفظ کودکان تبریک و مبارکباد نمودند. برایتان تنی صحت، دورانی با سعادت کودکی، آینده درخشان، آرامی و آسودگی، خنده بیغش کودکانه را تمنا دارم. یک سال در پرتو سیاست معارف پرورانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی کودکان تحت غمخواری همیشگی اهل جامعه خوشبخت و سربلند شخصان باننگ و ناموس وطندار و وطندوست و غایه رسند و وارثان سزاوار رودکی و لایق شیرین سخن باشند. روز جهانی محافظت کودکان برای هر یکتان مبارک و فرخنده باشد. بریدن دیپلم درجه عالی و محمودزاده یاسمینه تربیت گیرنده مؤسسه تا مکتبی رقم 1 شهر پنجکین
غالب آزمون ولایتی شکوفه‌های استقلال و افتخار روز بین‌المللی حفظ کودکان 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی سرفراز گردانیده می شود. سرکار ریاست فرهنگ ولایت بختیار قاسم. مکافاتانیده می شود و محمودزاده یاسمینه. از برنامه ادبی موسیقی تیفلون پی بردن دشوار نبود که آنها به این چاره‌بینی خوب آمادگی دیدند. ای دوست رویتان، ای خوش رویتان، قوت گیرد دین ما از نیرویتان.